الله صلی الله علیه و آله عنوان وصیت المؤمن یوم القیامة حب ان یطلع بطالب. موضوع بحث ما در رابطه با شیعه شناسی بود. چرا ما شیعه هستیم؟ بخش شیعه به معنای طیب است. ما چرا طیب اهل بیت پیغمبر و علی مؤمنان؟ روایاتی در رابطه با اینکه اساس شیعه و بنای شیعه را پیغمبر اکرم ما علیه گذاشته است خوانده شد خدمت عزیزان. این روایات در کتب روایی اهل سنت هم آمده است. در هفته گذشته هم روایتی در باب فضیلت حضرت علی علیه السلام خواندیم. پیغمبر فرمود علی باب علم من است و هر کسی که بخواهد وارد علم من بشود از طریق علی بیاید. با استدلالی که کردیم بیان شد که ما اگر شیعه هستیم برای این است که پیرو کسی هستیم که او باب علم پیغمبر است و خود پیغمبر است. از این طریق بیاید، از طریق علی وارد بشویم. و شیعه بودن ما به جهت آن است که علی علیه السلام باب علم نبوی و پیغمبر گفته است که وارد باب علم من بشود از راه علی. دلیل دیگر این روایت است که در صدر هم قرائت کردم. این روایت را هم کتب اهل سنت نقل کردم. شیخ سلیمان قدوسی احلقی که از بزرگان اهل سنت است این روایت رو در کتاب ینابی المودة از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل نموده است. پیغمبر فرمود عنوان صحیفة المؤمن یوم القیامة حب علی بن ابی طالب. عنوان کتاب مؤمن در روز قیامت چیست؟ عنوان کتابش محبت علی. ببینید هر کتابی عنوانی دارد. شما مثلا میخواهید در باب اقتصاد چیز مطالعه کنید، عنوان اون کتاب اقتصاد است. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در این کتاب بیان شده پیرامون چی است؟ اقتصاد. گم نزدیم برادر، گم نزدیم. سلام خواهیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا مثلا کتاب دیگری اصلا کتابی عنوانی دارد و اون عنوان اشاره دارد به این که هر چی در این کتاب است برگشت به این عنوان دارد. پیغمبر فرمود عنوان کتاب مؤمن محبت علی بن ابی طالب است. یعنی چی؟ یعنی اعتقادات او را، اعتقادات اون فرد را، کردار اون شخص را، اعمال اون شخص را با محبت علی می‌سنجد. با محبت علی آیا در عمل که انجام داده در اون محبت علی هست یا نه؟ محمود اقاطی که از دانشمندان مصری یک جمله عجیبی دارد که این که علی علیه السلام در کعبه به دنیا آمد
معنایش اینه که هر وقت شما در نماز ایستاده شدید یاد علی، یاد چی؟ علی. یاد علی، یعنی نمازتان باید با محبت علی باشد. نمازتان، اعمالتان با محبت علی باشد. خب اینجا این بحث پیش میآید که چرا پیغمبر فرمود عنوان صحیفة المؤمن حب علی و علی طالب؟ از بنابراین لازم است در دو جهت بحث بشود. جهت اول این که ببینیم علی کیست، علی کی هست، چه شخصیتی است. پیغمبر فرموده است عنوان صحیفة المؤمن یوم القیامة حب علی و ابی طالب. چه شخصیت صحیح علی طالب؟ در کتاب اللعالی در یکی از کتاب‌های یکی از مفسرین اهل سنت به نام سیوطی هست، درالمنصور تفسیری از سیوطی، کتابی دارد به نام اللعالی المسموعه فی احادیث الموضوعه. فرمود علیون باب علمی، علی باب علم من، این فضیلت علی باب علم من است، در اون نفس توضیح دادم. و مبین لامتی ما ارسلت بهی من وحی. می‌فرماید که علی بیان کننده اون چی که خدا برای من فرستاده است بعد از من برای امت من است. یعنی هر چی خدا برای من پیغمبر فرستاده است، چه در قرآن و چه در غیر قرآن، این کلمات من علی علیه السلام بیانگر آن برای امت من، برای امت. یعنی چه؟ ما هر چی رو بخواهیم در رابطه با پیغمبر بدانیم بیانگرش علیست، مبینش علیست، تبیین کنندهش علیست. حب او ایمان و بغض او نفاق. محبت علی ایمان است. که علی رو دوست داشته باشد محبتش چیست؟ ایمان است. کسی که علی رو دشمن بدارد بغض او چیست؟ دفاع است. بغضش دفاع است. این در باب فضیلت علی رو روایت دیگر که در کتاب ینابی و نمازه شیخ سلیمان قندوزی حنفی کسب کردم از بزرگان اهل سنت است، از کشور خود ما هم هست، از قندوز است، آمده است که اقدم امتی سلما و اکثرهم علما و اصحهم دینا و افضلهم یقینا و اکملهم حلما و امسعهم کفا و اشجعهم قلبا علی و هو الامام علی امتی من بعد. در این روایت ببینید چند تا فضیلت برای علی بن ابی طالب نقل، چند تا فضیلت. می‌فرماید که مقدم‌ترین امت از نظر اسلام کیست؟ علی است. این مطلبی است که خود دانشمندان اهل سنت همه‌شان اعتراف کردند. کسی
کسی که به خود سجده نکرد علی. اما دیگران مسلمان شدن اصلا به پرست بودن. اصحاب دیگر پیغمبر به مسلمان شدن به پرست بودن. اما علی بن ابی طالب کسی است که میگه اقدم امتی سلمان، کسی که از نظر اسلام مقدم بر همه است چیست؟ علی است. اول کسی است که مسلمان، یعنی اصلا علی رو سجده نکرد. و اکثرهم علما ان علی فوق علم همه اونهاست. رفتن خواندن همه دانشمندان اهل سنت معترفند و همه علوم به علی برمی‌گردد. همه علوم به علی برمی‌گردد. اکثرهم علما، علم علی از همه اصحاب بالا و اصحابهم دینن، از نظر دین کاملترین و صحیحترین دین رو علی دارد. کاملترین یقین رو کی دارد؟ علی دارد. که در باب یقین خودش در اون جایی که ابن عبدالحدید معتزلی هم اشاره نهج البلاغه است این جمله را آورده است. علی علیه السلام، این خودش یک بحث جداگانه میخواهد، انشاءالله بحث خواهیم کرد. علی علیه السلام از همه انبیا کرده در اون جایی که حضرت امیر استدلال میکنه خودش به اسبق ابن لباطه میگوید که من از ابراهیم بالاترم. چرا؟ چون ابراهیم به خدا عرض کرد خدایا مردگان رو چگونه زنده می‌کنی؟ خدا رو با ایمان نیاوردی. خدا به ابراهیم گفت آیا ایمان نیاوردی؟ ایمان آورده هم باید میخواهم خلقم مطمئن. علی میگه علی ایمان بالاست که اگر پرده های خیر از جلوی چشم من دور گردد ایمان من چیز شدن و اکملهم یقینا و اکملهم و افضلهم یقینا و اکملهم علما، بردبارترین فرد خیلی بردبار، خیلی حلیم، نه تنها با دوستان حلیم بلکه با دشمنانش هم حلیم. خواندم برای شما، نمیدارم اینجا بودم یا جای دیگر، جزی جزا که مسیحی میگه حلیم چیست؟ کسی است که دشمن رو بشه. جزی جزا مسیحی است. در کتاب صوت العدالت الانسانیه میگه دنیای دیده کسی چند جمله میگه، میگه دیده چایی را که کفشش رو اصلا میگه، شنیده شای رو کفشش رو اصلا میگه، شنیده کسی را که دشمنش رو دوست داشته باشه. علی دشمن دوست بود، اونقدر حلیم بود، اونقدر بردبار بود، اونقدر معاصره بود، هر چقدر مشکلی میکردن در برابر ما تحمل می‌کرد، در برابر ما پدرش میشون. هیچ وقت از نظرش بهره نبود، هیچ وقت با نظرش حال نکرد. این مطلب رو خود سنیان نشته کردن مطلب نمدوت رو اون میگن عرب رو به زمین زد، پشتش رو
نشست توی سینه‌اش که سرش از تنش جدا کند تو فهمید. مولانا هم در اشعار خودش در مثنوی آورده است تو انداخت بگویم اندر بلند شد چند قدم زد برآمد نشست توی سینه‌اش شمشیر کشید سرش رو ببرد امر دعوت و علی چرا اون وقت تو انداختم سرم رو نبودی و خاطری که غضبناک شدم ترسیدم به خاطر غضبم سرم تو ببرم نه به خاطر خودم فلذا قلم زدم تا غضبم میشید تا سر تو رو جدا بکنم. اینه و اسمعهم کفن کسی که دل بزرگ دارد کسی که بخشنده است بخشنده ترین امت من است و دل خیلی نازکی دارد دل خیلی با ترحمی دارد این داستان مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه مطهری در کتاب داستان‌هایش نوشته کرده است که یک روز در حین قدرتش در حین حکومتش در بازارهای کوفه قدم می‌زند زنی رو می‌بیند مشک بر گوشش نفس کشان با آب فرامه عمیق این صحنه ها رو می‌بیند همینجوری ساده ازش عبور نمی‌کند میاد نزد این زن آی زن تو کسی نداری مردی نداری که برات آب بیاورد زن نمی‌شناسه عروس میگه این مرد عرب همسری داشتم در رکاب مولایم علی شهید شد در جنگ صفین از در مشغول گوشش میارد در خانه زن آدرس خانه رو میگیره فردا که میشود با عده از اصحابش میآید بازار مقدار دکه ها رو کباب بچه های یتیم زن رو روی زامین میشن دست یتیم نوازی روی سرشان میکشن میگن اینها رو بخورید و پیشگاه خدا دعا کنید از تقصیر گردی نسبت به شما کرده از خدا بگذارید بعد که خمیر آماده می شود بیاید بالای تنور نان می کنید آتش تنور وقت به سیمای علی می تابد دیگه علی آتش تنور رو بجشت سوزش را تا از آتش جهنم غافل نباشد. همتیاری خان رو مسجدش همین مسجد کلام مربوط به جهنمی هست بنام همتیاری خان این مسجد رو مرحوم جد ما به آیت الله مدرس داد که هم اونجا جماعت درس همتیاری خان رو حبیب الله خان همین مسجد حسینیه بود ابتدا این حسینیهش رو تبدیل کرد به مسجد برخواستشم خب دیدی که بتخانه رو تبدیل کردم به خانه خدا به مجلخان در جوابش رو ببین شرافت بتخانه مرا ای شاه چون خراب شود خانه خدا علیه الله هم خالش آمد در سلطان در سلطان آمد پایین زنش روی زمین اونقدر به شکمش بالغت زد تا هم به خیلیش ما هم شهدای جمعی اخرای خودبهنی شدیم میتواند نام علی رو پایین بیاد حالا نام علی علیه السلام به طارم افلاک میتابد اسم علی همه عالم رو گرفته است دانشمند اهل سنت ابن عبدالحدید المطلبی در اول شرح نهج البلاغه میگه علی تو کیستی؟ دشمنانت به خاطر دشمنی که با تو داشتن
خاطر بغضی که با تو داشتن مداحی تو فضائل تو رو گریبان کردن، کتاب‌ها رو آتش زدن که تا فضائل تو به دست کسی نیفتن. دوستانت از ترس فضائل تو رو نگفتن، اما امروز همه جهان فضائل تو پر کردن، همه کتاب‌ها رو فضائل تو پر کردن. و اشجعهم قلباً علیه، اون کسی که شجاع است و هو امام علی امتی، علی امام است برای امت من بعد. خوبی در رابطه با خانیدن اثرش چیست؟ که آمده گفته خب علی ابن ابی طالب یوم القیامت عنوان صحیفه مومن هست، اثرش چیست؟ چه اثری دارد؟ آیا ما علی رو دوست داشته باشیم اثر این دوستی به علی برمیگردن؟ نه. علی هیچ نیازی به این محبت من رو تو نداره. علی علیست. این یک سوره مباهله. هیچ سنی، هیچ مفسر سنی نتوانست اینو منکرش نقص پیغمبر. دیگه چی بگیم در رابطه؟ هیچ نیاز به محبت من تو نداشته باشد. علی هست. اصلا این محبت یک اثرش همونه. روز قیامت تویش اعمال ما رو به محبت علی می‌سازه. ابن حجر ایثمی الان کتابش پیش خود موجوده، در کتاب سماعیت محققه خودش در فضائل حضرت امیر که میرسد، با اینکه این کتاب را علیه شیعه نوشته کردن اما فضائل علی رو میآورد. در قسمت فضائل اهل بیت در فضیلت حضرت امیر که میرسد، این روایت رو از پیغمبر نقل میکند که پیغمبر فرمود روز قیامت که میشود من و علی در پل صراط ایستاده. وقتی که میادم جناب آقای بده تذکرن ببینه در تذکره محبت علی هست، ولایت علی هست، روز از صراط رنج اگر نیست بگو مسیح تو شدید محبت علی یک اثرش. اثر دیگرش بازم این روایت رو در منابع شیعه آمدن. پیغمبر اکرم فرمود ولایت علی بن ابی طالب ولایت الله، اطاعت از علی اطاعت از خداست. این روایت به همین مضمون در کتب روایت اهل سنت آمد. و حبه عبادت الله، محبت علی عبادت، عشق به علی ورزیدن خودش عبادت. همون به خدا فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، انس و جن رو خلق نکردم مگر برای عبادت و اطاعت خدا. اطاعت علی اطاعت خدا، محبت علی عبادت خدا، و اتباعه فریضة الله، متابعت و پیروی از علی دستور خداست. و اولیاءه اولیاء الله، کسانی که علی رو دوست داشته باشند، ولایت علی رو داشته باشند، یا جمله اولیاء الهی است. اولیاء الهی کسانی که خدا و اونها در همون مومنان هستند که اشد حباً خدا شدیدترین محبت رو اینها دارد. و اعداءه اعداء الله، دشمنان علی دشمنان خداست. و حزبه حزب الله، حزب علی حزب خدا. شما شیعه علی هستید انشاءالله بعد میخوانم شیعه کیست اینجا هم میرسیم. آیا ببینید ما شیعه هستیم یا نه؟ انشاءالله که باشیم. شیعه علی حزب الله
میخواد این جمله رو بگد که شیعه اسم نمیخواد، نسبایی که درست کردن درست نبود، ولی خراب شد نه. حزب فقط حزب الله، حزب الله کیست؟ حزب امیرالمؤمنین و سلم الله عز وجل. صلح علی صلح خداست. اگر علی علیه السلام با کسی صلح کنند، صلح خداست. این در باب فضائل امیرالمؤمنین. انشاءالله خداوند ما را از جمله